در روزگاری دور در دل سرزمینی پهناور به نام ایران، جایی که طلوع خورشید در یک سو با غروب در سوی دیگر همزمان دیده میشد، پادشاهی عادل زندگی میکرد به نام انوشیروان دادگر. روزی مردی به حضور شاه رسید و گفت: ای شاه دادگر، چگونه در این گستره بی پایان چنین امنیتی آفریده ای که اگر زنی بخواهد از یک سوی مملکتت به سوی دیگر سفر کند، هیچ کس جرأت تعدی به او را ندارد؟ شاه پاسخ داد: راز امنیت این کشور تنها در تنبیه دزد و تبهکار نیست. من اگر در ولایتی جرمی رخ دهد، نه تنها بدکار را مجازات می کنم، بلکه شحنه‌ها و قاضی همان ولایت را نیز بازخواست و مجازات می کنم. زیرا اگر ظلمی در گوشه ای از این سرزمین رخ دهد، بدان که عدالتم در آنجا به خواب رفته بوده است. و بار دیگر این حقیقت در تاریخ ماندگار شد که امنیت نه با شمشیر، بلکه با عدالت بیدار پایدار می‌ماند.